عطسه کرده تو صورتم. داداش به نظرت صدایی که توی سرمونه همون صدای خودمونه؟ داداش 100 سال دیگه اینستاگرام پر از اکانتایی میشه که صاحباشون مردن، مثل قبرستون. عجیب نیست؟ ای خدا. داداش چرا وقتی موزیک مورد علاقمون به صورت اتفاقی میشنویم بهتر از وقتی که خودمون پلیش میکنیم؟ چرا؟ داداش خیلی جالبه، ما فقط 10 گونه عدد داریم ولی بی نهایت میشه با شما. تعطیل. داداش روز به روز گیم‌ها داره گرافیکشون میره بالا و به واقعیت نزدیک‌تر میشن، در صورتی که ما گیم بازی میکنیم که از دنیای واقعی دور شیم. قنچه بودی شکفت. داداش شاید بقیه سنگا مثل سنگ نمک خوراکی ان، فقط ما به طعمشون عادت نداریم. داداش چرا از هر کی میپرسی عدد مورد علاقه چی، عدد مثبت میگه، مثلا نمیگه منفی 6. داداش هر فیلم تجربه یک فرد در طول عمرشه، پس ما هرچی بیشتر فیلم ببینیم با تجربه تریم. امروز حالم خوب نیست. داداش میدونستی تنها چیزی که انسان‌ها از ابتدای بشریت تا به الان به صورت یکسان دیدن ماه و خورشیده؟ داداش میدونستی خوش شانس ترین اتفاقی که برای هر انسان افتاده به دنیا اومدنشه؟ اینو دقیقاً دارن از کجا در میاد؟ داداش وقتی بچه‌ایم دوست داریم زودتر بزرگ بشیم، ولی وقتی بزرگ میشیم دوست داریم برگردیم به دوران کودکی. عجیب نیست؟ آخ گفتی. دقیقاً. داداش شاید دیوونا از نظر ما دیوونن، شاید آدمای باهوشی باشن که دنیا رو طوری میبینن که ما نمیبینیم. داداش میدونستی مردم از خیس شدن متنفرن مگر اینکه دوست داشته باشن خیس شن؟ نکن